سلام به دوستان عزیزم در مجموعه اطلس ترید. طی چند ویدیو آینده میخوام راجع به برخی از مشکلاتی که دوستان توی ترید دارن باهاتون صحبت کنم و سعی کنیم که این مشکلات رو با همدیگه برطرف کنیم. اولین مشکلی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بحث عجله و اینکه فرد معامله‌گر دوست داره خیلی زود معامله‌گر بشه و در واقع این فرایند رو درک نمیکنه که معامله‌گری یک مهارت و یک شغلی هست که مثل هر مهارت و شغل دیگه نیاز به این داره که یک مدت زمانی بگذره و توی این مدت زمان رو تمرین کنه، اطلاعات جدید دریافت کنه و در کل با اون کاری که میخواد انجام بده کاملا مهارتش رو یاد بگیره و انجامش بده. این طرز نگاه رو نداره و این خیلی آسیب‌های جدی به فرد معامله‌گر میزنه. میخوایم راجع به این توی جلسه اول صحبت کنیم، توی جلسه‌های بعدی راجع به موضوعات بعدی صحبت خواهیم کرد. ببینید، مثل هر شغلی معامله‌گری هم یک شغلی هست که نیاز به یاد گرفتن مهارت. حالا این مهارت به چه شیوهی باید آموزش داده بشه و به چه شیوهی باید در واقع یاد گرفته بشه رو بخوایم با هم راجعش صحبت کنیم. فرض کنید که شما یک فرد ژیمناستیک کار هستید و مثلا میخواید یه حرکت وارو رو توی ژیمناستیک یاد بگیرید. خب این حرکت وارو باید به بخش‌های مختلف تفسیر میشه. یعنی یه قسمت این هست که شما حالت فیزیکی بدنتون رو به چه صورت بگیرید، به چه صورت بپرید که به سمت بالا مثلا حرکت کنید و اون حالت چرخشی رو توی هوا چطوری به خودتون بگیرید، چطوری فرود بیاید و هر کدوم از اینها یه قسمتی داره که باید آموخته بشه. چطوری مثلا توی فرود اومدن به خودتون آسیب نزنید و اون انرژی حاصل از پایین اومدن رو بتونید جذب کنید و اینها. این همش مراحلی که باید تیکه تیکه بشه، هر تیکه توضیح داده بشه، تمرین بشه بارها و بارها و با تسلط پیدا کردن به اون تیکه و در نهایت کنار هم چیندن این تیکه ها شما میتونید یک واروی حالا نچندان خوب دفعه اول بزنید. ولی مهم اینه که قبل شما همه این تیکه ها رو به تسلط رسیده باشید. بعد از اینکه تونستید اولین وارو رو بزنید، حالا با تمرین تکرار 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 میلیون ها بار تکرار شما میتونید هر دفعه بهتر و بهتر توی وارو زدن بشید. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر شما مثلا یه جایی بفهمید که خب من دیگه نمیخوام تمرین کنم، چه اتفاقی میفته؟ اولش که هر بار شما وارو بزنید در واقع یه بار تمرین خارج جدی باشه چه شوخی باشه. ولی هر وقت که بین این فعالیت فاصله بیفته و شما کمتر این فعالیت رو انجام میدید، این مهارت یواش یواش از دست میره و مهارت‌های دیگه‌ای حالا ممکنه جایگزینش بشه، ممکنه جایگزینش نشه. یا فرض کنیم که ما خواهیم یک میز بسازیم، مثلا یه میز ناهارخوری. حالا بسته به اینکه این میز ناهارخوری چند نفره است، چند پایه است، چه جزئیاتی داره، چه کارهایی روش انجام شده، مثلا منبت کاری داره روش یا نداره و هزار چیز دیگه. خب این فرایند ساختش ممکنه بین 1 تا 10 مرحله، 20 مرحله، 50 مرحله داشته باشه و از سمت دیگه ابزارهای مختلفی رو توی فرایند ساختش استفاده میشه. حالا فرض میکنیم که شما قراره کل این فرایند رو خودتون یه نفری انجام بدید. در این صورت شما باید چه کار انجام بدید؟ شما باید به تک تک اون ابزارهایی که دارید استفاده میکنه تسلط داشته باشید. بدونید با این ابزار چطوری اون چیزی که میخواید رو پیدا کنید. اصلا این ابزار مناسب اون چیزی که شما میخواید هست یا نه، چه ابزارهای مناسبه و اون ابزارها باید کی ازش استفاده بشه، به چه صورت ازش استفاده بشه و این مراحل ساخت چیه. اینها رو شما یک فرض به شما مثلا یه ویدیو امروز دیدی از این که مراحل ساخت این میز ناهارخوری
به چه شکل هست؟ آیا شما فردا صبح همه ابزارها رو هم داشته باشید میتونید میز ناهارخوری رو بسازید؟ مسلما نه. شما باید اون چیزی که چشمی دیدید به یک مهارت عملی تبدیل بشه. میز اولی که بسازید افتضاح خواهد بود مسلما، اگه بتونید تازه میزی بسازید. دومی یکم بهتر، سومی یکم بهتر، بهتر و در نهایت شما به یک حرفه‌ای توی ساخت اون میز ناهارخوری تبدیل میشه. خب مهارت فارکس هم همینه. شما فرض کنید یه ویدیو اینستاگرامی 1 دقیقه‌ای میبینید. این چیزیه که من بارها از افراد مختلف توی این بازار دیدم متاسفانه، و فکر میکنم که بازار یعنی هر شما میری یه ویدیو 1 دقیقه‌ای توی اینستاگرام میبینی از استراتژی فلان. خب توی 1 دقیقه اصلا کی میتونه یک استراتژی کامل توضیح بده؟ یا اصلا تو 10 دقیقه. با این فرض که اون فرد مورد نظر اون استراتژی رو به شما تو 10 دقیقه تونست آموزش بده، آیا شما تو 10 دقیقه میتونید دریافت کنید اون استراتژی رو؟ آیا بر فرض اینکه شما اون 10 دقیقه دریافت کردید میتونید مهارت عملیش رو انجام بدید؟ متاسفانه خیلی از افراد میان با همین استدلال کوچیک که من خب یه استراتژی یاد گرفتم، برگشتم که یه دکمه بایوسل دیگه، من یه استراتژی دارم که به من میگه کی بخر کی بفروش، من میرم اونجا دکمه بایوسل رو فقط من میخوام بزنم، میره و حساب و کار مارجین میکنه و بعدش این صحبت میکنه همه آدمایی که دارن توی این بازار کار میکنن کلاهبردارن و از اینجور حرفا، در صورتی که شما دارید کار اشتباه انجام میدی و هرگز از یک فرایند اشتباه نتیجه درست بیرون نخواهد اومد. این یه قانونه. شما نمیتونی کار اشتباه انجام بدی نتیجه درست از اون کار بگیری. هیچ کس نمیتونه این کار انجام. من همون اوایل که ترید فارکس رو شروع کرده بودم، یا اصلا ترید بازارهای مالی رو شروع کرده بودم، با همین تصور بود که میرم خب چند تا، حالا من انقدر مثلا بود که برم یه کتاب حداقل بخونم راجع به این زمینه. یه کتاب خوندم، بلند شدم رفتم پای بازارهای مالی و خب نتیجه کاملا مشخصه که چه اتفاقی میفته. بعد از اینکه اومدم تمرین کردم اون مطالب رو، سوال‌ها تکرار کردم و چیزای مختلف رو یاد گرفتم، تونستم جدا کنم اصل و از فرع. یعنی بعد از یه مدت فهمیدم که خیلی از افرادی که توی بازار دارن آموزش میدن و آموزش هایی که وجود داره اینا فرعیاته، اصل ماجرا چیز دیگه ای. این اصل رو اومدم جدا کردم و وقتی این اصل رو به خوبی یاد گرفتم دیگه اون تکنیک ها شروع میکنه به عمل کردن، معنی پیدا کرده. ولی وقتی که شما اصل رو یاد نگیرید و برید سراغ فرعیات، اون فرعیات به شما کمک نمیکنه، دوبار ازش سود میگیرید، دوبار ضرر میکنید و در بهترین حالت صفر میمونه، یعنی در سود در ضرر. این بهترین حالت. ولی در معمول مواقع اینه که شما دارید ضرر میکنید. چرا تو بازار فارکس 95% افراد دارن ضرر میکنن؟ چرا 95% افراد حساباشون رو از دست میدن؟ به خاطر این نیست که این بازار بدیه، به خاطر اینه که شما اون فرایند رو درک نمی‌کنی و باید این ذهنیت رو تو خود تغییر بدی که مثل هر شغل دیگه‌ای من باید این مهارت رو پله پله یاد بگیرم، توی همه بخش‌های مختلف اون استراتژی که دارم ازش استفاده میکنم توی بازار تمرین کنم، هزاران با تسلط پیدا کنم، یواش یواش بهتر بشم و در نهایت من یک معامله‌گر خوب توی این بازار خواهم شد. به این موضوع حسابی فکر کنید، این ویدیو رو بارها و بارها ببینید، این صدا رو گوش بدید و راجبش مدام فکر کنید، مثال برای خودتون برید. توی ویدیو بعدی، توی جلسه بعدی بیشتر راجع به مباحث بعدی و اینکه چه مشکلات دیگه‌ای هست که باعث میشه که یک نفر یک تریدر خوب نشه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. شما رو به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم. خدا نگهدار.